خب رفقا، با یک معامله دیگه در خدمت شماییم. معاملمون روی نقره هستش و میخوایم بررسی کنیم ببینیم که نقره به چه اتفاقی به قولی براش خواهد افتاد. خب اگر فعلا SL رو نذاشتم چون میدونم که SL گذاشتن در بدو ورود به این معامله با توجه به بالانس حسابم خب قطعا اشتباهه، ولی خب چون من زمانی به قولی ترید میکنم حجم معامله رو کم میکنم و بعد از اینکه حجم معامله رو کم کردم اقدام میکنم به اینکه این معامله چه اتفاقی خب قطعا براش میفته. فعلا تایم رو کم کنیم ببینیم چی داریم. خب ما یه ورود داشتیم میخوایم ببینیم که آیا این ورود امکان اضافه در این لول ها مناسبه یا چه لول هایی رو نخواهد زد. بعد از اینکه قیمت از اینجا شروع کرد اومد روی این قسمت قرار گرفت، قیمت در اینجا این قسمت نادیده گرفته خواهد شد برای قیمت من، ولی تأثیر این قسمت خب به هر حال برای به وجود آوردن این میانگین بوده. تأثیر این قسمت برای به وجود آوردن این میانگین چقدر بوده؟ چیزی حول و حوش اینجا یک تأثیر منفی داده به قیمت. یعنی اگر این رو میخواستیم اتفاقش رو بکشیم این باید یه میانگین در این لحظه داشته باشه، ولی خب میبینی که میانگین رو اومده در تأثیر منفی رو اومده در لگ جلوتر این اتفاق براش افتاده. بعد اینجا 40 پیپ، اینجا هم 40 پیپ. خب حالا اگر این 40 پیپ رو این تأثیرش رو در اینجا با 20 پیپ خلاصه کرده باشه میشه چیز اولش ورود ما بعد اینجا ورود میکردیم. خب ولی چیزی که هستش الان چند کندل گذشته، چیز اولش چرا 6 کندل که کندل 23 من کجاست؟ کندل 23 من همونجاست که من این رو دیدم. پس زمان نصف شده، قیمت هم نصف شده، در نتیجه اینجا من 30 پیپ 20 پیپ میبینم که بزنه. ولی خب آیا ورود اولم، پس من یک 40 پیپ اینجا دارم دیگه، یه 40 پیپ دارم، این کف و سقف دقیقاً 40 پیپ 50 پیپ شده، من یه ورود دیگه هم میزنم. پس اگر من ورود زدم به چه خاطر بوده؟ به خاطر این بوده که اینجا تأثیر این با توجه به این موج یه تأثیر وارونه برای قیمت بوده و تأثیر این قسمت برای موج تأثیر مثبت بوده، ولی مثبتی که اون رو خنثی نمیکنه. پس دقیقاً زیر این ورود باید کندلی بوده باشد که هست. حالا با فاصله 7 پیپ فکر میکنم 7 پیپ 10 پیپ، با فاصله 7 پیپ 10 پیپ آره باید باشه کندل اینجا باشه. و الان این حرکت حکم وارون قیمت ما رو داره. خب پس اگر 46 کندل ما اینجا داریم، 46 کندل داریم که این 46 کندل ما دوست عزیز، این 46 کندل ما از قیمت ساعت 80 پیپ حرکت کرده، در تایم 1 دقیقه نسبت به 5 دقیقه ما باید اینجا چیز هولوش 24 پیپ 12 و 24 پیپ حرکت داشته باشیم. میبینی که 24 پیپ یک مقداری پایین تره که اونم به دلیل از دست دادن این در آینده رخ میده و در نتیجه احتمال بالا رفتن قیمت برای من خیلی زیاده.
خب پس در نتیجه اصلا اینجا با توجه به اینکه با توجه به علم به این که میدونیم وارونگی ها رخ داده، این معامله رو نگهداری میکنیم. خیلی هم ساده بود، یه توضیح خیلی ساده. و مورد دیگه ای که هستش این قسمت از این قسمت و از این قسمت، در نتیجه این پترن N تشکیل و قیمت به سمت بالا. ساده ترین نوع معامله، ساده ترین سودی که میشه یک تریدر گرفت رو اینجا به نمایش گذاشتیم با یه دلیل خیلی ساده. پس با یه دلیل خیلی ساده اینجا یک سود خیلی ساده رو به نمایش گذاشتیم و این دلیل نه به قولی میشه گفتش که غیر منطق هست، نه غیر واقع هست و فقط برگشت به تجربه داره. تجربه باعث میشه که شما به قولی در با توجه اون اتفاقاتی که میفته برنده یا بازنده باشین. پس کاری که کردم مثل کارهای قبلی، مثل دوباره معامله‌های قبلی، کاری که میکنم چیه؟ کاری که میکنم از سیو سود در ناحیه اول با توجه اون چیزی که دارم، خب سیو سود اصلا خودم رو گم نکنم. من یه لات برام این معامله باز بمونه کافیه، یک لات این معامله برام باز بمونه کافیه. پس در نتیجه سیو سود جابجایی SL به وسط معاملات که این اول باید بیاد پایین بذارم بعد ببرم وسط. از جابجایی SL به وسط. حالا اصلا SL بزنه اهمیت آنچنانی برام نداره چون میانگین اینجا گذاشته. اگه SL بزنه من حقیقتا ترجیح میدم که از زیر این به قولی حد سودی که اینجا خورده از معامله خارج شم، چون اینجا برای من در درون کندل یک مقاومت درونیه و با توجه به این لول نمیبینم شکسته بشه. شکسته شد میرم در لول های جلوتر به قولی معامله‌مو باز میکنم. پس موندن یلات معامله نگهداری یلات معامله به قولی مستلزم دونستن اطلاعات زیادی در مورد مارکت و حتی کندل هاست که خب میبینی به زیبایی داریم این کار رو انجام میدیم. خب چیزی که ما از این معامله گرفتیم فکر میکنم تقریبا 500 تا گرفتیم. خب ولی ببینیم چه اتفاقی میفته. تقریبا 500 تا گرفتیم. این منطقه ها نباید دوباره تاچ بشن چون مقاومت کندلی هستن، حتی با اینکه قیمت هم دوباره به سمت بالا رفته. ولی مورد بعدی که من این حرفو میزنم، مورد بعدی اینه که خب من همون اول وارد تایم 1 دقیقه شده بودم و وقتی که خب به هر حال وارد تایم 1 دقیقه شده بودم یه مقداری اطلاعاتم از بعد بالام کم بود. اگر اسل بخورم ناراحت نمیشم چون بالاخره خودم اطلاعاتم از روندم تو تایم بالاترش کم بوده و میتونم در جلوتر دوباره به قولی معامله رو باز کنم. پس فعلا این حرکتی که اینجا انجام داد وقتی منطقی بود که در اینجا باشه که بعد باز دوباره یه لگ دیگه به سمت بالا بره. پس این مقاومت کندلی در اینجا با توجه به کندل قبل نباید شکسته می شده که خب این اتفاق به راحتی و به زیبایی افتاد و من معامله بالام رو کامل خارج میشم و یه نیملات برای این معامله میذارم. یه نیملات که برای این معامله بذارم بقیه معامله ریسفیری و خب
یه سوالی هم که خب پس بعد از گذشت چند دقیقه دیدیم که خب به هر حال نزدیک تارگت 2 ما شد و این معامله رو میتونیم ببندیم